بدون سلام علیک ادامه شدیم. اینجا پادکست. آره دقیقاً اینجا پادکست پیکافه و بیشتر از این قرار نیست بهتون توضیح بدیم. آره همونطور که تو بولوار گیلان طبق معمول داریم، یعنی یک دور میزنیم. خب از همین کلماتی که اینجا نوشتم استفاده کنم برای پادکست. میگم که برای رفع قافیه رفع. آره شما رو انداختیم تو بک سیت، تو تکتیک. میدونه دیگه، میدونه داداش اگه مثلا نمیخوای چیز کنی میترسی رانندگی کنی ماشین گرون نخر. اگه میترسی رانندگی کنی ماشین گرون نخر. یه 200 دستت را افتاد بعد اینو بگی. حیف ستاپ رو نست که وگرنه هایجک میکردیم ماشینش. آقا اگه هیچ محدودیت فیزیکی و مالی نداشتی چی کار میکردی؟ اتفاقا من میخواستم بپرسم که دقیقا محدودیت فیزیکی هم شامل میشه یا نه؟ نمیشه، محدودیت فیزیکی نداری. ببین از ابسشن های من یکی شبه یکی دریاست. خب و اینجوری بودم که دوست دارم توی دریا زندگی کنم. یعنی کل زندگیم زیر آب باشه، دریا اقیانوس. یکی دیگه هم این بود که چون گفتم شب، من رانندگی هم خیلی دوست دارم و دوست دارم که راننده مسابقات غیر قانونی وسط شب تو شب. من شبیه مال منه. آره من دقیقا همین رو میخواستم. دوست داشتم که زیر آب خونه داشته باشم. خیلی خوبه. ببین من اصلا یه چیز جالب که دربارم هست اینکه فوبیای حاد آبزی دارم. با این حال خیلی دریا و اقیانوس رو دوست دارم. ماهی رو میدونستم کلا آبزیه. کلا مثلا از عروس دریایی نمیترسم. چقدر دقیق. از عروس دریایی و دلفین دیدم نترسیدم. خب ولی از هر چیز دیگه که دیدم حتی مثلا کوچیکم بوده ترسیدم. بعد همین که میخوام برم پیششون زندگی کنم محدودیت نداری. محدودیت ندارم دیگه. ترسم من میتونم چیز کنم. ترس محدودیته. ولی ببین قوانین هستا. فقط محدودیت برای تو نیست، بقیه همه قوانین رو دارن. مثلا نمیتونی که کار غیر قانونی بکنی. ناراحت شد. بذار لیست خط بذار. گفتم قبل از اینکه بنشم و این اپیزودمو بهت بگم. بعد من اصلا پدل بردم دارم تازگی کار میکنم. بعد همیشه در موقع پول دادن اینطوری هم که چه اشتباهی من تو زندگیم کردم. هر وقت مثلا یه مایه کنار ردیشه اینطوری هم که واقعا خیلی میدونی زمون خودم بد میاد. درک میکنم چون من ترس شدید از مردن توی تصادف دارم. خب و عاشق رانندگیم. آره دیگه نمیدونم چرا یه چیزی که خیلی دوست داری همیشه در کنارش. آره انگار یه بهایی که براش می‌پردازی. آره خیلی عجیبه. من مثلا دوست داشتم مثلا پدی دریایی یا زیر آب زندگی کنم. آفرین. بر خودم عشق واقعا از شناور بودن خیلی خوشم میاد. ولی همیشه میترسم که موجودات دریایی بزرگ مثل ننگ بهم نزدیک شن وقتی حواسم نیست و چی کردم. این دو تا حتی تو استخرم من همیشه این فکر رو میکنم. تداعی میکنه برات. آره شناور که شدم چیل که کردم میگم که نکنه نهنگ میاد. حالا استخر 4 متر کلا. استخری که به هیچ وصلی نکنه نهنگ بیاد و بردم. یکی از فکرایی که همیشه دارم. بعد تو دوست داری راننده باشی دیگه. آره من دوست دارم هیچ وقت نرونم، هیچ کس ندونه. خب این یکی از فانتزی های منه. بعد یا مثلا یه پسره بیاد و اینطوری باشه که من خیلی خفنم و همتون رو میخوام دیس کنم و یکی که همه بچه‌هایی که هر هفته با هم دیگه ریس میذاریم و ببره و بعد من بهش بگم که خوب بود، حالا میخوای با ماشینمون رو عوض کنیم یا هر کی با ماشین خودش. بعد پسرم خیلی دست کم بگیرد اما تحقیرم کنه و منم فقط لبخند بزنم و اونم بگه که چون دختری بهت آوانس میدم ماشینمون عوض کنیم. وای حالا گوش داده این شروع شه ماشینمون که اینم در فانتزی منم میکنی. ماشین من خفن‌تر وقتی ماشینمو یهو بهشون بدم. یه دونه مستنگ 1996 تقویت شده است. تقویت شده است در حد مثلا ماشینای سرعتی الان و این کلاسیک‌ها هم خیلی خفنه. مثلا مدرن دوست دارم، ماشین مدرن هم خیلی دوست دارم، ولی مثلا
ماشین کلاسیک توی مسابقه غیر قانونی اینجوریه که خدای از این بالاترم میشی. کولترین آدم دنیای اون لحظه، کولترین آدم دنیا. من در بقیه فانتزیمم ریس رو با هم دیگه میذاریم و من میبرم و وقتی که پیاده دارم میشم از ماشینش، ژاکت چرمش که صندلی بغل گذاشته بود و برمی‌دارم میپوشم و سویچش رو پرت میکنم تو صورتش بدون هیچ حرفی میشتم سوار ماشینم میشم. هیچ وقت دیگه کسی پیدا نمیکنه تا 3 ماه بعد شهر رو عوض میکنه. آره خیلی این کارا دوست دارم میکنم. اگه هیچ مسئولیت نداشتم، بعدی مال من اینه که میرفتم رندوم توی یکی از روستاهای اسپانیا بر خودم یه مدت زندگی میکردم، یا مثلا بالی، یه جایی که اینجوری باشه، دریا داشته باشه، ساحل داشته باشه، از این رستورانا و کافه و بارای خفن داشته باشه. میرفتم مثلا هویتمو برای سمو عوض میکردم اگه محدودیتی نداشتم، کسی نگرانم نمیشد، کار زندگی نداشتم و پولم داشتم. سمو برای خودم چیل میکردم کامل، به هیچ فکر نمیکردم. خیلی خوبه. سفرم من خیلی کلا دوست دارم. مثلا هتل خیلی دوست دارم. مثلا بری سفر و توی هتل باشی، مثلا جایی که غریبه است و انگار همه توش زندگی کردن ولی هیچ کس توش زندگی نکرده. یک همچین فضای خیلی دست نخورده یه هتل و خیلی دوستش دارم. خیلی کم رفتم هتل، باید به این بیشتر بها بدم. اگه این ویدیو 100 تا لایک بخوره یه شب تو همین شهر میریم هتل. خیلی ایده خوبیه. چی؟ تو هتل. ما یه بار این اتفاق برامون افتاد. کلیدمون شکسته بود تو در، کلیدساز نمیتونست درستش کنه. مسافرت برگشته بودیم، خانوادگی بیرون بودیم و کلیدساز نمیتونست درستش کنه. گفتش که مثلا باید چیز کنم، سر صدا داره و ما با که داخل شهر بودیم رفتیم هتل یه شب خوابیدیم. بعد خیلی من بچه بودم ولی جز کول ترین خاطراتی که دارم، چون تو همون شهر رفتم هتل خوابیدم. من به اینم خیلی فکر کردم. چند شبیه آره آره منم همینطور. به اینم خیلی فکر کردم که مثلا آدم برخوش تفننی بیاد برم هتل استراحت که من میخوام خوش بگذرونم امشب، به جای اینکه مثلا این همه راه برم ویلا، مثلا یکم خارج شهر میام داخل شهر میام هتل. میریم بعد ویلام خود با آشپزی و تمیزی کنی دیگه. آره. مثلا کانسپت ویلا رو دوست ندارم. این که مثلا 2 روز یه شب برم یه جا بمونم بعد دوباره فرداش دوباره برگردم، خستگی سفر تو تنم میمونه و اصلا بهم اونقدر خوش نمیگذره و خیلی تمیزی داره. آفرین. ترجیح میدم که مثلا طولانی مدت، مثلا 2 هفته سفر بری بعد دوباره برگردی. تو اهل کمپ هم هستی برای سفر؟ نه؟ لاکچری؟ آره. هتل با هلیکوپتر میرم، با هلیکوپتر برمیگردم. فقط 5 ستاره. فقط 5 ستاره. اصلا نمیدونم مردم چطوری میتونن هتل یا تریپ 4 ستاره یا 3 ستاره بمونن. من یه 4.5 ستاره نشسته بودم. آقا من جدا تو لیستم واقعا 4.5 ستاره چیه؟ من تو لیستم اتفاقا سفر دارم که اگه محدودیت نداشتم شروع میکردم ایرانگردی و ولاگش میکردم. چون محدودیت مالی دارم به جز اون محدودیت کاری هم دارم. زندگی متاسفانه زندگی دارم. اگه مثلا اگه مثلا یه چیزی بودش که میتونستم فقط بگم که آقا من کارم ولاگ گرفتنه و تفریح نبود، این ولاگرم. آره میتونم کارم دیگه، من دارم تفریح نمیرم. اگه این تا لاک اگه پولشو میدین بچه‌ها. تو کجا رو دوست داری بری تو ایران؟ تو ایران من کیشو رفتم، دوست دارم دوباره برم چون خیلی زنم کم بود. قشم، شیراز، اصفهانم یادم نمیاد، دوست دارم برم ببینمش. آره. من یه چیز جالب دربارم هست اینه که مامان بابام اکثر ایران منو بردن، اکثر جاها، و من خیلی بچه بودم هیچ یادم نمیاد. و الان هر چقدر میگم منو ببرین اینطوری هم که اونجا چرا میخوای بری، قبلا دیدیش برو یه جای جدید. میگن ما رفتیم که اونجا یادت نمیاد. نه ببخشید اون موقع پوشک میپوشیدم. حالا
ببخشید و چیزاشون خیلی تفریحاتی که بزرگسرا مثلا به سنت کمه انتخاب میکنن خیلی عجیب غریب. الان مثلا من دوست دارم موزه رو برم رستوران. آفرین رستوران. وای غذای محلی کانسپتشو میفهمی. اون موقع فست فود مثلا اینجوری بود که تو خودت هم مثلا شاید سنت کم بوده و درخواست میکردی که فست فود بخوری، بری شهر بازی، یه چیزایی که برات آشنا هست. خب بچه آدم دیگه مثلا تخته چه جمشیدی؟ به خدا دقیقاً چه درکی از آثار تاریخی تو داری توی اون سن. ولی الان خب اگه برم خب اونا رو میبینم. حتی اگه قبلا هم دیده باشم رفته باشم اون شهر، این بخشاشو من ندیدم. اگه دیدم نمیفهمیدم. خیلی کانسپت مسخری. منو اصفهان برده بودن، بعد اسم این چیزو یادم نمیاد، کلیسا رو یادم نمیاد، کلیسای وانگ. بعد مثلا همه دیواراش نقاشی شده است و اینا. بعد خب مثلا نقاشیش در رابطه با دین مسیح و اتفاقاتی که خود حضرت مسیح سپری میکنه و مثلا 7 طبقه بهشت تا جهنم و فلان و اینا. و اینطور که ببین الان 21 سالمه، 21 سال 18 سالگی دوباره رفتم با خواهرام یکی از دوستاش. الان سخت میفهمم شما چطور منو مثلا 7 سالگی بردی و میخواستم برم اینطوری که دیدی اونجا رو چون جای تکراری میخوای بری، اینا پول میخوای هزینه کنی. خیلی مسخره است. ببین اصلا من نمیفهمم. بعد مثلا مشهد مثل اینکه من نوزاد بودم منو بردن. بعد من اینطوری هم که ای آشنا بچه‌ها وقتی تو بایران دورده آشنای بد. ای وای آشنای بد با این ستاپی که ما درست کردیم برای چی؟ ای وای ببین از اون شیراز رو خیلی دلم میخواد برم. من شیراز من خیلی دوست دارم. من اینجوری ندیدم. اینو دیگه نرفتیم بلند تا الان میره خونه. تو شیراز رفتی؟ 2 ماه بودی شیر میخوردی رفتی. حامله بودم تو رو. خیلی کار بدون نیازیه که الان دوباره پاشی بری شیراز. دوستم برم شیراز. بعد ایمان دستپاک تو ایمان شیرازی اصالتن و همه کارهایی که تو چنلش میگه که فلان جای شیراز خوبه، فلان رستورانش خوبه، همه رو برم امتحان بکنم. اینو خیلی دلم میخواد. شیراز دوست دارم برم. و من یه سفر جنوب رفتم که بدترین سفر زندگی، بدترین هم سفرهای ممکن رو داشتم. خیلی مهمه و دوستم اینو از حافظم پاک بکنم روش یه خاطر آره. دوباره برم جنوب خیلی ولاگ بعدی وسط تابستون. آره بهترین ایده ممکنه. منظورت چیه؟ بدون کولر بریم تا جنوب. جهت بچه ها دونیت کنن، استریمش کنیم و جهت کار یه جوری داریم مثلا میگی انگار مثلا 10,000 تا سابسکرایبر داریم. جنوب رو دوستم برم دوباره. هنگام و بندر عباس و قشم و کیش و هرمز و اون طرفا رو دوست دارم. همه رو آدم بره ببینه. آره اونجا دوست دارم. چابهار خیلی دلم میخواد برم. آره. چابهار یه جا داره مثل که مثلا دست میزنی تو پلانکتونا میان. یه دریاچه صورتی دارن. پلانکتون که موجود دریایی نیست، میکروسکوپیه. از این سهلاسی مثلا نوری میشه. ببین ویدیوهاشو دیدی؟ آره صورت آره اون خیلی باحاله. اونو دوست دارم برم ببینم. بعد چیزای میوه خیلی جالب دارن. از این میوه‌های یونیک هستش که مثلا فقط یک جای خاص از دنیا کشت میشه. آره. برای میلیاردرها. تو چابهار مثل اینکه همشون کشت میشن و کسی نمیدونه. آره مثل اینکه خیلی طبیعت میوه‌ای چی بهش میگن؟ کشت و کاری. چه کلمه‌ای داره؟ کشاورزی. خیلی قوی داره که خودش یه جاذبه است به خاطر اینکه محیطی که اینا کشت میشن و اینا. برای همین خیلی دلم میخواد برم چابهار رو ببینم. بعد من واقعا اصفهان رو که تازه دیدم، شیراز دلم میخواد ببینم، مشهد رو میخوام برم ببینم. من دقیقا مثلا راجع به همین صحبت کنم که ما هر مثلا یک بار مشهد رفتیم و اینجوری بود که خب پارک آبی، چون سنم کم بود، باز پارک آبی، حرم، بعدم دیگه هیچی.
هتل. من دوست خیلی بعد با یکی داشتم صحبت میکردم چند وقت پیش بود، خودش مشهدی بود، میگفت مثلا ما یه اتوبان خیلی اینی داریم، مرکز خریدای خیلی خوبی داره مشهد. مثلا میگفت من اومده بودم مثلا شما حالا ولکام میخوایی نگم اسمشو که نیاوردی؟ نه اوکی. من مثلا اومدم شمال که خیلی از کاسپیان تعریف میکردن، مثلا میگفتن خیلی چیزای خرید خیلی خوبی داره، مشهد اصلا به پای اینجا اصلا به پای مشهد نمیرسه و فلان و اینا. من گفتم مثلا چه انتظاری رشت اینقدره؟ تو مثلا خیلی داری چیزای خیلی متفاوتی داری با هم مقایسه میکنی و مثلا اون داشت از شهر خودش تعریف میکنه. حالا من کار ندم این آدم چی بود، ولی مثلا باعث شد بخوام بخش‌های دیگه از مشهد رو ببینم، مثلا اینجوریه که خب همش با اون بخش چیز شده، انگار پرومو خوبی نداشت. دقیقاً انگار یه عالمه چیز داره. من فکر کنم طبیعت خفنی داره. نمیدونم باید داشته باشه دیگه. ببین سمرقند و بخارا و اینا خب اون طرفا که نزدیک مشهدینه طبیعت خفنی دارن، پس خود مشهد باید داشته باشه اطرافش دیگه. ولی داره فقط روی مثلا حرم و پارک آبیش چیز میکنه. من مثلا این داشت میگفت، من مثلا داشتم فکر میکردم که خب مشهد تو بوده توریستی بوده، یعنی از دیار باقی این قطعا خیلی سیستمش قراره با رشت فرق کنه. رشت اصلا توریستی نیست، فرق داره. رشت توریستیه مثلا نبود، الان شده، برندینگش خوب بوده. مثلا خب شمالو که می اومدن همه. ببین ساسی مانکن بود میگفت رشت شبیه هالی بوده، همه چیش عالی بوده. مثلا حداقل 20 سالی هستش که داره برندینگ میکنه اگه داره میکنه. یه چیزی هست که مردم میان رشت و رشت جز مثلا کافه و رستوران و شهرداری داخل خودش هیچی نداره. تو دریا میخوای باید بری انزلی، مرداب میخوای باید بری، بعد مثلا طبیعت اطرافشه. بیشتر انگار مثلا رشت برای اقامتگاهشه که دقیقاً منظور من همین بود وقتی گفتم رشت توریستی نیست. به اون شکلی که خب ما شهرهای توریستی رو میشناسیم رشت سیستم نداره، سیستمش اصلا اون شکلی نیست. الان مثلا خیلی شلوغ شده، یه سری خیابونای رشت اصلا نبودن، تازه یه سال 2 سال شکل گرفتن. خیلی رشت تازه است این وسعت رشت، ولی خب خیلی هم مهاجر اومده به خاطر خوشسالی، مهاجر اومده این سم. جمعیت شهر رفته بالا. از اون کیفیتش داره میندازه. مثلا الان این ساعت خیلی عجیبه. ما الان مثلا کسایی که اینجا میبینیم میدونیم از خودمون نیستن. ما دیرتر میاد. غریبه ها. باشه جمعیتش هم خیلی بیشتره دیگه. مساحتش هم بزرگتره. بعد مثلا که صادرات قوی توی چیز میذارن. رشت هیچ. نه مثلا رشته خوشکار ما صادر نمی‌کنیم به بقیه شهرها. دلم سوخت برامون. کاکا خشک. چوچاق چرا جهانی نیست؟ مثلا به نظرم باید بود چوچاق. خیلی الان کلی مهاجرای ایرانی من مثلا میشناسم توی کشورهای دیگه که میان از شمال ادویه یا مثلا سبزیجات و اینا میخرن و میبرن اونجا میفروشن. یعنی اینو کردن قشنگ بیزنس. ولی ما تو کشور مثلا اونقدر پخش نکردیم. ببین آخه خیلی چیزه، خیلی مزاجی هم هست. مثلا کسی که تو شمال هم بیشتر ادویات همه ترش و اینا میده دیگه. بعد مثلا یه جایی توی فسنجونشون شکر میریزه. آفرین. اونا نمیان خب ادویه شمالی استفاده کنن. اینم هست. آقا یه جای دیگه که من خیلی دلم میخواد ببینم، من با اینکه از طرف پدر کرد کرمانشاه خیلی میریم ولی همیشه میریم خونه فامیلا و اینا، طبیعت خفنش رو میخوام برم ببینم. چون مثلا ویدیو میبینم مثلا مردم رفتن گورستان، خرم‌آباد، بعد با تیوب از تو آبشار، اینطوری آبشارش خیلی بلند نیست، طبقاتی دارن میرن، عشق و حال میکنن، مسیرای قدم زدن، کوهپیمایی خفنی داره.
بعد خیلی چیزای خفنی داره ولی ما هیچ وقت نرفتیم. یا مثلا اگه جایی رد بشیم مامان میگه آره ما با جوون بودیم اینجا میومدیم ماهیگیری این کوه رفتیم ولی ترماز بزن حداقل بذار یه عکس بگیریم. ولی نه همیشه مثلا چون خونه فامیل و اینا بودیم هیچ وقت نرم. اون خیلی دلم میخواد برم. کویر خفن داره ایران. یه چیزی که خیلی مثلا میاد محدود میکنه سفرهای خانوادگی رو همین خونه داشتنه. آره. مثلا بریم پیش فامیل بمونیم بعد مثلا دیگه هیچ چیزی نمیبینی. یا مثلا پیشنهاداتی که افراد میان بهت میدن مثلا میگن فلانجا برو خرید کن فلانجا برو اینا مثلا تو واسه میشه اون بخش گشتن و آره. لذتی که سفر آفرین لذتی که سفر داره تو خیلی تجربه نمیکنی. خیلی محلی میشی. آفرین. جای محلی پسند میبرنت. مثلا ما خودمون که شمالیم رشتیم خیلی جا غذا نمیخوریم. مثلا همین کافه هستش که سر خیابون ماست اسمشو نمیارم. آره. ما اصلا اینجا نمیریم. همیشه پنجشنبه جمعه یا مثلا بین تعطیلی تعطیلاتیه شلوغ درش صف وایسادن در نام. ولی ما خودمون اصلا نمیریم. تو قشنگ نکته منفی حسابش میکنی. آره اینجا توریستیه پس ما نمیریم. نمیدونم. این اصلا یک اسکم و نمیشه بهش گفت کلاه برداری ولی خب همیشه چیزای توریستی آره لولشون پایینه. یه چیز دیگه خفنی مثلا خود محلی ها میشناسن ولی خب تو وقتی مسافرت میخوای بری میخوای اون توریستیه رو ببینی دیگه. که من تو ریلز هم اومده بود میخوام برم همینو ببینم. ولی مثلا مثل چیز دیگه مثلا میگه ایتالیا فلان جا نرید پیتزا نخورید بیاید اینجا پیتزا بخورید. ارزونتره کیفیتش هم بهتره. بستگی داره که تو چقدر میخوای اونجا بمونی فرصت داری یا نه که برای اینکه همه اینا رو داشته باشی. خونه فامیل رفتن اصلا مسافرت به نظر من نیست. اصلا مسافرت نیستا. کویر خفن داره و ستاره ها معلومه. و من تا حالا 3 بار ثبت نام کردم برای تور کویر. هر 3 بار کنسل شد. تور کنسل شد یا مثلا اتفاقی پیش اومد که نتونستی؟ تور کنسل شد، شرط سیاسی پیش اومد. ای وای. آره. مثلا هیچ وقت چیز نبوده که اقدام کنم واسش ولی همیشه دوست داشتم ببینم چه جوریه. خیلی اسم تور کویر بد در رفته. آره. نه تا که به مقصود دیگه داری میری. تو داری نمیری کویر ببینی. آره مثلا الان گفتمش تو پادکست یه ثانیه آنکافته بشو. و 3 بار بچه‌ها ما بخش فرهنگی گردشی طبیعت کشتکار ما با کشاورزی طبیعت کشت ما با حواشی کار نداریم. ما با اصل مطلب ما با طبیعت و درباره ببین درباره کویر که میماد با طبیعت و کشتکار کار داری هی داره بدترش میکنه. نه واقعا نیستن. آفرویدشو خیلی دوست دارم. چی شو؟ آفرویدشو با ماشینای آفروید میرن. دوست نداری؟ دوست دارم. دوست داری. آره اونش خیلی هیجان خوبیه ولی ببین مثلا طولانی اقامت کردن برای من مخصوصا به خاطر سرویس بهداشتی خیلی سخته اینجا. مثلا در حد 1 روز بعد برگردیم هتل دوش بگیم به شهر گردیمون برسیم خیلی هستمش. دوست دارم برم این جا رو ببینم ولی مثلا بدونم بعد سریع برمیگردم نمی‌کنم. من اصلا برای همین کمپو دوست ندارم. من اینجوریام که خیلی اصولا مثلا وقتی به اینجور چیزا میرسه بچه اگه این ویدیو 5000 تا لایک بخوره نسا رو بدون میبرم بدون هیچ امکاناتی تو طبیعت سروایور. هر کی زودتر دووم هر کی بیشتر دووم سر مثلا یه پولی شرط ببندیم 5 میلیون ریال نه دیگه بیشتر. چند روز به نظر در آدم رقابتی هستی؟ مضطرب میشم و بیخیال میشم. اگه مثلا آدم رقابتی بودی مثلا ممکن بود 100 روز 2 تا بود 100 روز بدون هیچ چیزی تو جنگل باشی. نه اصلا یک در تو ببین تو بتونی آتیش روشن کنی بردی. یعنی من اینجوریم که اینقدر اسکیلت بیشتر از من باشه حله تمام.
من از مسابقه خارجم. من اگه محدودیت نداشتم یه کار دیگه میکردم. اگه محدودیت فیزیکی نداشتم که صبح پرواز میکردم. خیلی خوبه. فکر کنم خیلی باحال باشه. میرفتم خونه آدم‌های میلیونر و بیلیونر که مثلا تو سوشال میدیا میبینیم 24 ساعت باشون زندگی میکنن. ببینیم مثلا چجوری زندگی میکنن. اون لایف استایلی که اونا دارن 24 ساعت دقیقاً باشون همراهی میکردم و ویدیوش میکردم که بقیه هم ببینن چطوریه. چون خودشون ویدیو میذارن و تو اینطوری که مطمئن نیستی که این زندگیشونه یا نه. اینجوری که روتین صبحگاهی زیباترین صورت ممکن است خواب آراسته ترین منظورم بود چون گفتم زیبا. من اصلا تفریح مورد علاقه که نه، ولی یکی از کارهایی که خیلی انجام میدم، یکی از ویدیوهایی که خیلی میبینم، تور ویدیوی خونه مردم، مخصوصا خونه‌هایی که خیلی گرون قیمت و لاکچری و اینا. وای قشنگ دقیقاً میدونم کدوما رو میگی. این یه پسر ترکی هستش که خونه‌های آمریکایی رو نشون میده. حالا اونجوری دقیق نمیدونم. اون خیلی نگاه میکنه. خونه جاستین بیبر اینا یا جاستین بیبر اینا انگار درباره اصغری ها جاستین بیبر اینا. اون خیلی خوشم میاد. برای این دوستم که مثلا این خونه ها رو اجاره بکنم با دوستان، یه هفته توش زندگی کنی و ببینی که واقعا حال از همه امکاناتی که خونه داره، مثلا بولینگ داره، استخر داره، استفاده بکنی. چون استفاده میکنم اگه فقط چون احساس میکنم استفاده نمیکنم، احساس میکنم اگه مثلا فقط در خودت باشه اون خونه حوصله سر بره. آفرین. تو تا کی میخوای تنهایی با خودت مثلا بیلیارد بازی بکنی؟ آره. من تنها بخشی که توی این خونه بر من جالبه سینمای خانگیشه که مثلا چون خیلی فیلم میبینم میگم که خوبی فضایی داشته باشی 2 ساعت محو فیلم بشی و بعد دوباره بیای به زندگی برگردی. من اونم باز احساس میکنم سینمای خانوادگی رو باید با یکی ببینیم چون تنهایی لیگو بد مثلا این دوستم که مثلا این خونه رو داشته باشم با دوستام یک هفته توش زندگی کنیم ببینیم چه تجربه ایه. از تجربه کردن خیلی خوشم میاد. اگه محدودیت نداشتم سر شغل نردونم میرفتم. وای گفتی شغل، اینجور چیزا من حس میکنم بعضی اوقات عمرم کافی نیست. حس میکنم که نیست عمرم کافی برای اینکه چیزایی که میخوامو بدونم، کارهایی که میخوام انجام بدم و اگه هیچ محدودیتی نبود مثلا یاد میگرفتم، مثلا اینجوری بود که ستاره شناسی میرفتم میخوندم بر خودم تفریحی، یا مثلا فلسفه، روانشناسی، موسیقی، 90 تا زبان یا هر زبان زنده دنیایی که هست یاد میگرفتم. مثلا اینجور چیزا هم خیلی این بخشش هم دوست دارم. من یه چیزی که مثلا زندگیم رو دوست دارم اینطور ببینم اینه که یه درآمدی بر خودم داشته باشم، حالا به صورت فریلنسر اینا. دوست دارم مثلا یه کاری باشه که بتونم دانشگاه‌های مختلف هی درس بخونم. هی مدرک. آره مدرک میگن 40 تا مدرک داره. من داشتم یه پادکست گوش میدم، فکر می‌کنم پادکست جا فکری بود. داشت از طرف می‌پرسید که به نظر چی میشه که اوکی یک نفر بره تحصیلات تکمیلی داشته باشه. میگفتش کسی که دلش میخواد بره یاد بگیره، یه کسی که واقعا بهش چیزی رو اضافه میکنه. و من دوست دارم که مثلا انقدر همه چی روال باشه، محدودیت مالی ندارم دیگه، محدودیت جسمی هم ندارم، یعنی مثلا فشار جسمی بهم وارد نمیشه. مثلا توی میلان معماری بیاد بگیرم، منبعش بریم همون درس. آره. تو پاریس مثلا فشن یاد بگیرم. آلمان موسیقی توش مگه نبود؟ من دکترای موسیقی هم چون از دانشگاه توش گرفتم. بله باید دکترهای موسیقی ها اینو خیلی تو منبعش تو آره بطنش اونجایی که زاده شده برم اینا رو بخونم. دوست داشتم که حقوق دانشکده هاروارد هم بخونم. بیزنس فایننس احتمالاً یه جور دیگه بخونم. خیلی مثلا بعضا کار باحالیه دانشجو بودن، چون تو یه پاسخی به جواب چی کار میکنی داری. دارم درس میخونم. من دانشجوام. من وقتی که اینجا شروع kardam دانشگاه رفتن سال 401 رفتم دانشگاه. بعد
همه اینطوری بودن که آره تون باید پاس بکنیم دانشجویون تماشا. من اینطوری بودم که وای داداش دانشجو بودن بهترین آفرین. تایم دنیا، چون تموم بشه تو باید یه کاری با زندگیت بکنی. آره. ولی تا وقتی که دانشجویی داری بر خودت تجربه میکنی، زندگی میکنی و از بیرون فشار اجتماعی یا فشار مثلا مالی هم نداری. من دانشجوام، اگر محدودیت مالی نداشتم، احساس نمی‌کردم مثلا از یه جایی به بعد زندگیم باید سر و سامونش آره. بدم، دوست داشتم که همیشه دانشجو باشم. من حالا اون فضای چیز دوست ندارم، اینکه مثلا درس پس بدی یا مثلا چرا درس پس بدی کمک این که مثلا بیای امتحان بدی یا مثلا فشار بالا سرت باشه اصلا بر من چیز نیست. و اگه اینجوری نبود که مدرک به حالا پتانسیل بیشتری برات باز میکنه، میاد فضا شغلی بیشتری برات فراهم میکنه، اگه این آپشن نبود من فکر نمی کنم میرفتم به صورت اینجوری میمدم آره آکادمیک ادامه میدادم. تفننی خودم مطالعه میکردم، اهل مطالعه ام، برای مثلا اینجوری نیستم که نه حتما باید برم که مثلا حالا حداقل چیزی یاد گرفته باشم. اون زور بالا سرم باشه خیلی حالم بد میکنه و با قشنگ باعث شده که از درس و اینا همه متنفر بشم. خیلی هر چی میام میخونم برام انگار خرابش میکنه و خیلی سر انتخاب رشته من مشکل داشتم. برای هر جون شدم که من یه چیزی رو باید انتخاب کنم که اون تحت تاثیر اون فضا قرار نگیره، باید بهش ایمان داشته باشم و خارج از اون فضای آکادمیک پرورشش داده باشم که حالمو خراب نکنه، اونو برام خرابش نکنه. برای همین زیاد مثلا چیزی نه که حتما تو فضای دانشگاهی بخونم، ولی درک میکنم چرا جذابیت داره. تو چی خوندی؟ ادبیات انگلیسی. ادبیات انگلیسی خوندم که دارم میخونم. من دانشگاه رو ول کردم وسطش. خوبی کرد. ببین مثلا من رفتم دانشگاه 2 ترم اولو که نرفتم، مثلا شاید جوری نبودش که بتونم برم. یه ترم تابستونی رفتم، بعد از اون یه ترم پاییز رفتم و اینطوری بودم که این دانشگاه با این فضای آکادمیک تو ایران فضای آکادمیک من نیست. یک روز اسنپ گرفتم اومدم خونه و دیگه هیچ وقت برنگشتم. به نظرم بچه اگه میبینین یه چیزی تو زندگی فقط من گوش ندید، این جو پادکست منو گرفته، یه دقیقه چسبار دیدم یادم اومد که هنوز به اونجا نرسیدم که بخواد جو بگیرد. بچه اگه میخواید موفقیت در خونتون رو بزنه. نه ولی مثلا فکر کنید تو زمان تو هدر بدی دیگه. اگه یه چیزی کاملا داری درست میگی آخه. من وای آشنایی بد دوباره. ای وای همونه یا جدیده؟ جدیده. ببین تو میشناسیش احتمالاً ولی دیگه رد شد. میتونی کار کنی. من میخوام آن خط بزنم. میخوام باور داشته باشم چون که نچرال میخوام باشم. تمایت ادیتی بکنم اینه که اگه مثلا ریفرنسی دادیم به جایی اونو روی صفحه بیارم. الان به کسی داریم رفرنس میدیم؟ اگه مثلا خیلی چنل مهم یا محبوبی داریم حالا این شانسی که ما داریم الدی دومین ویور ما میشه همین آدم. مثل اون ویدیویی که من گذاشتم. بله متوجهم. بچه اگر این اینساید جوکو دارید نمیگیرید بذارید کامل براتون توضیح بدم. ای وای من یه ویدیو 2 تا ویدیو در رابطه با بریکاپ موو آن کردن و کلا سوگواری برای رابطه و اینا داشتم، یه گذاشتم. یعنی نه تنها درستش کردم، نه تنها وقتی این اتفاقات داشت میافتاد بزنم رسید که دوربین رو باز کنن. میام وقتی دارم یکی تعریف میکنم خیلی خارج از عقل به نظر میاد، نمیدونم اون لحظه چی کار کردم. نه خیلی ویدیوهای موفقی هم شدن. لطفاً بذار توضیح بدم. خیلی ویدیوهای موفقی هم شدن. مثلا آدما که منو توی اینستاگرام داشتن یا تلگراممو داشتن اونجا کامنت نمی‌کردن، یا مثلا کامنتایی که می‌ذاشتن در حد خیلی چیز بود، نرمال بود. بعد میومدن برای من توضیح میدادن چقدر احساس همدلی داشتن با این ویدیوی من و چقدر بهشون کمک کرده بود حتی، و این خیلی حس خوبی بود. بعد اما برگردیم. بعد دیگه همین
همه چی رو گفتم، احساس میکنم که دیگه چیزی ندارم برای نگفتم، بذار کامل بگم. اینجوری دیگه از این بدتر نه احساس میکنم دیگه هیچی ندارم، بذار بگم. من یه جمله‌ای که خیلی به من گفته میشد از طرف پارتنر سابقم اینه که دنجرسی مثل بلا حدید با دی ویکند یه زمانی تو رابطه بوده و من یه ویدیو دارم به اسم که به خاطر دی ویکند نمیتونستم اتاقم مرتب کنم در رابطه با برید ببینید. در رابطه با اینکه داشتم از مواجه شدم و برخورد کردم با هر چیزی که منو یاد پارتنر سابقم مینداخت دوری میکردم، نمیخواستم اون حس بد و اینا رو داشته باشم و مثلا اتاقم جمع نمیکردم، یه وقت چیزی نبینم، مثلا حالشو نداشتم، یه حالت دپرشن، افسردگی، کرختی و اینا داشتم. یک روز گفتم آقا بذار ما پاشیم کار سخته رو بکنیم، استریم پارتی بکنم با انگای دی ویکند و اتاقم رو جمع بکنم. نه تنها این کارا کردم بلکه ویدیوش هم کردم. پله پله عمقان تر میشه میره جلو. نه تنها ویدیوش کردم، روی یوتیوب پستم کردم و با خودم میگفتم که آقا پارتنر سابق من هیچ وقت نمیاد چنل یوتیوب منو پیدا بکنه و اگه پیدا بکنه هیچ وقت نمیاد روی این ویدیو کلیک بکنه و اگه کلیک بکنه هیچ وقت، چون یه ویدیو خیلی مثلا کیفیت ساختی که تو ذهن خودمه به عنوان یک محتوا نیست، تا آخر نمیاد ببینه، برای مثلا یه 5 ثانیه اینو متوجه میشه برای خودشو. یه جا از این ویدیو دی ویکند داخلش روی ویکتوری سیکرت داره برای بلا حدید میخونه، داد میزنه و بلا حدید داره از اونجا رد میشه و داخل ویدیوی من لپتاپو گرفتم اینجا، همینطور که دی ویکند داره داد میزنه میخونم، من داد میزنم باش میخونم و گریه میکنم. ناگهان چند روز بعدش جنگ میشه و مثلا من پیام میدم به پارتنر سابقم که حالشون رو بپرسم، چون تهران بودن و اینا. چی داشتم میگفتم که رسیدیم به اینجا، این برسینگ مومنت. خب آره و مثلا من اون لحظه که اینطوری بودم که خیلی پیامی که میدادم با قیافه‌ای که داشتن دو تا چیز مختلف بودن، خدا رو شکر کردم که تکنولوژی انقدر پیشرفت نکرده، ما به تلپورت نرسیدیم که مثلا آدم‌ها رو صورتشون رو ببینیم موقعی که دارن پیام میدن. قیافه من بچه‌ها شما فقط تصور کنید قیافه آدم اون لحظه چطور میتونه باشه. قیافه من اونطوری بود، داشتم تکست دادم که من متاسفم اگر این ویدیو رو دیدی، محترمانش این بود که من اگر مثلا یه محتوایی دربارت درست میکردم قبلش خودم بهت خبر بدم، نه اینکه ناگهان ببینی. من قسم این نبودش که احساساتی که مثلا در حال گذر کردم ازش و بالا بیارم و اینا و فلان و اینا، ببخش مثلا اگه نامحترمانه بود. من گفتش نه اوکی، به نظرم خیلی ارزشمند بود که داشتی ویدیو رو میساختی. هر پیامی که میدادم، هر پیامی که بهم میداد درباره تمام مثلا اون 5 ثانیه که ایست تایپینگ بود که نه اوکی به نظرم خیلی ارزشمنده که همچین چیزی میذاری. قیافه من اینطوری بود و فقط تو ذهنم اون چند ثانیه بود. خیلی مومنت های بیشتر مثلا چیزی داره اون ویدیو کلش. خب کلش راجع به همون. آره ولی اون 5 ثانیه خیلی تو ذهن منه. آره مثلا اینطوری بودم که دیگه بعد از این من هیچی ندارم. ببین من یه استاد هنر داشتم میگفتش ویرانی از حد بگذرد آباد گردن. من منتظرم آباد گردم چون فقط دارم ویران میشم. ویران. پس داشتیم واقعا اول چیز چی بودی؟ به یه چیزی می‌خواستیم برسیم درباره اینکه اصلا صحبتمون درباره این محدودیت نداشتن بود. نه اون که آره. بعد درباره این آشنا میخوام آنکات باشه، حس ریل داشته باشه و من چیز ندارم برای دست دادن اینا. تو ایمپرسینگ مومنتی داری اینطوری؟ حالا خیلی ایمپرسینگ نه، خیلی خجالت آور و آبروبر نبود ولی خیلی معذب شدم چون اینطوری که آقا 1 در 1000، چون مثلا تعداد سابسکرایبرهای من خیلی کمه، چنل خیلی کوچیکی دارم، می‌بینم که 1 در 1000 نمیبینی. مثلا وقتی میبینی که من معروف شدم 10 سال گذشته اگرم ببینی، چون دقیقا موقع آپلود کردنش ویدیو پرستش یادتونه؟ یادش خیلی جز اولین ویدیو. آره.
وقتی داشتم آپلود می‌کردم مثلا داشتم با یکی از دوستان مشورت می‌کردم که ببین نمی‌بینه دیگه. گفتش نه بابا اونم ببین خودتو گرفت با 10 تا ساب خودتو گرفت دیگه. جالبش اینه که کمتر از 48 ساعت هم این اتفاق افتاد. یعنی مثلا من آپلود میکنم که نوتیفیکیشنم باز و فرداش مثلا این 12 روز شروع میشه. بله تو من نمیدونم الان واقعا حضور ذهن ندارم که بخوام بگم. کلا یه چیزی که راجع من هست اینه که تو داستان در مورد خودم تعریف کردم اصلا آدم خوبی نیستم. در واقع بقیه خیلی خوبه. بهترین اتفاق برای من افتاد، مثلا عجیب ترین اتفاق برای من افتاده باشه و من اصلا نتونم بیانش بکنم. از اونایی که یادت میره یا از اونایی که نمیتونن خوب تعریف بکنن؟ من اینجوریه که اتفاق خاصی برام نمیفته از اونام. یه چیزی که مثلا خب من خیلی با تردید یکم داره دیپ میشه، یکم خیلی با تردید من کار انجام میدم و باعث میشه خیلی محتاطانه در واقع خیلی محتاطانه تصادف کردی راجع به احتیاط داشتم با سرعت 30 دودی شیشه بغلی نگاه کن چقدر زیاده، من اصلا نمیبینم. تو رانندگی هم خیلی اعصاب خورد وقتی اینا میافتن جلو. ببین مثلا متوجه نیستم که اصلا که نمیفهمی چند نفر داخل ماشینن. یه حس مرموزی داره، مرموز غیر امنی داره. مثلا طرف هر لحظه ممکنه که یا بپیچه جلوت یا پیچی جلو. محتوای ماشین هر چیزی میتونه باشه. آره خیلی مثلا بیشتر کنجکاو میشم که نگاه کنم داخل ماشین وقتی میرم. بعد اگه یه جای دیگه بود اوکی بود، ولی اینجا چون غیر قانونیه. آره. وقتی که مثلا انقدر دودی کرده خیلی کنجکاو میشم. منم مثلا دودیه ولی اونقدر دودی نیست. مثلا که معلوم نباشه داخل و فلان. یعنی یه خبرایی هست که تو اینقدر دودی کردی دیگه. بابای من یه بار یه ماشینی خرید که خیلی شیشاش دودیه و حساب قبلیش دودی کرده بودش، برای همین خبرای داخل ماشین اومد. اینم هست. ببین ماشین هنوز چراغاش هم آبی کرد. چرا چراغای جلو رو آبی کرده؟ میبینی؟ نمیخواد ببینه. نه میخواد کسی اینو ببینه، نه میخواد کسی خودش رو ببینه. کسی رو ببینه. وای اینقدر داشتم سعی میکردم این ماشین پشتی رو نگاه کنم که شیشاش دودیه. این ماشین بغلی فکر کردم ما برای دور داریم. وای مامانم داره با ببخشید مامان. این آهنگی چی میگه؟ ببخشید مادرم. چی؟ شنیدیش؟ اگه زد به سرم از ایران نرم. آره. دکلمه‌ای بخونش. دکلمه‌ای بخونه. داشتم میخونه. چه شیلای من از اگه من هیچ مطلبی نداشتم. چیز. اگه هیچ محدودیت نداشتم آهنگ میدادم با خفن ترین آرتیستا ترک میدادم بیرون در رابطه با زندگی شخصیم، چون هیچ وای از شیر کردم من دیگه ندارم بچه. از اونجایی که شما دیگه این ساید جوک رو دارید مثلا تو اکسم ویدیو مدی دیگه چیزی برای از دست دادن بخو بیا از وقتی که رفتی دیگه هیچی برام مهم نیست. میگیرم پادکست نمیدونم اسمشو بذارم بکسی یا تاکسی. من بالا برجم نهایت جایی که باشیم دور میدون تاکسی. ببین واقعا اسم پادکست رو به جای پیک آف با باید میذاشتیم بدمستی. چون هر چقدر میگذره انگار بدمستر و بدمستی هر چی میگذره بیخیال شد. خدا رو مجده میدم. خب فکرم ستاپمون رو دید و متوجه شد ما برای دور نیومدیم. بهتر از اینا دوری کنم. ما فقط بیزنس هستیم. یه دور بزنیم فقط. کاش تو بولوار گیلان نک. چرا؟ ما فقط چی؟ بیزنس هستیم. میدونی که اینو سانسور نمی‌کنم که کبیر بس
اینجا ما بیست وای مامان چرا انقدر زنگ الان چجوری جام مامانم بدم خدایی بذار آیفون بذار ببینم چند دقیقه میجوره انقدر تعداد چیزی زیاده میذارم رو آیفون بچه من چند دقیقه مجبور پاس کنیم. برگشتیم به پادکست. من رو آیفون مجبور شدم عکس این ستاپمون رو از این برم میذارم ولی مثلا تا اینجا که معلومه این شکلیه. قشنگ دارم برای تولید محتوا زحمت میکشم. اصلا یه ترسی که دارم در لحظه اینه که این فقط به نظر خودمون باحال باشه و مخاطب خوشش نیاد موقع گوش دادن صحبتامون. یعنی آره کسایی که مثلا داخل رشتن این میم های 10 دقیقه آخرمون کامل میگیرن ولی البته من همه فعلا دنبال کننده هم دوستان که همه تو آره. ولی نمیدونم چون پادکست خیلی بستگی داره. اون تو پادکست پادکست صحبت چند متا واقعا پادکست خیلی بستگی داره. مثلا من خودم این فرمت رو خیلی دوست دارم که نمیدونم مثلا یه چی دارم اخیراً یه چند دقیقه ازش گوش دادم مال ایمی با سلبریتی ها مثلا صحبت میکنه و از زندگیشون و خاطراتشون با هم میگن و خیلی حوصله من سر میره. مثلا من خودم اون سبک رو دوست ندارم. اینکه بس همینجور قاطی باطی باشه و خودمونی باشه خیلی جالب تره. آره من یه مدت خیلی از این پادکست هایی که یه چیزی دارن میگن توسعه فردی فلسفی کتابی و اینا رو گوش میدادم بعد یهو خیلی برعکس شد دیگه اینطوری که من میخوام چند نفر بشنم با هم حرف بزنن و من احساس کنم که بخشی از اون گروه هم مثلا دارم همینطوری آشپزی میکنم تو خونه اینطور که دلم میخواد که یه چیزی گوش بدم که احساس کنم که چند نفر دیگه هم تو خونه یه مثلا بعد یه مدتی که پادکست های آدمی رو دنبال میکنی مثلا نواشو که دنبال بکنی دیگه چون هر هفته میان و صحبت میکنن در رابطه با هفته‌ای که داشتن انگار دوستتن. آره قشنگ میشناسیشون. اینا رو خیلی خوشم میاد. این کانسپت خیلی محبوب شده. مثلا من خودم وقتایی که پادکست گوش میدم اکثرا موقع رانندگیه یا مثلا وقتی که دارم اتاقمو تمیز میکنم اینجور مواقع هم دوست ندارم یه چیزی گوش بدم که اگه 5 ثانیه ازش از دست بدم اینجور که کل بحث از دستم در میره. پادکست هایی که اینجوری خیلی ریلکسن و چیلن اون حسو ندارن که تو باید تمام توجهتو بذاری و گوش بدی و نوت برداری کنی که بخوای یه چیزی از این پادکست حتما بفهمی. آخه من نمیخوام یاد بگیرم. چرا؟ یه تایمی بود همه افتادن توسعه فردی و فلان به زور میخواستن تو رو میلیاردر کنن خود ساخته بدی باشگاه 5 صبحی. من خودم اصلا خیلی 5 صبح زود بیدار شدن و کلا موافقم باش اوکی ام. تو روز بهم زمان بیشتری میده. آره. ولی اینکه مثلا یک نفر بخواد بشینه یک جای میکروفون بذاره جلوش بگه میخوام راز موفقیت رو بگم مثل من چند ثانیه پیش که ستام اومدم اینطوری که با موفقه چه عقلی حداقل اگه مثلا دانشگاه میرفتم شاید تا الان پول تو جیبیم بیشتر بود میتونستم ستامو بخرم به بهانه دانشگاه. مثلا چون من رفت آمد میکنم به دانشگاه چیزم بیشتره خرجم بیشترم برام میمونه. این فکری که چی داشتم از اول چرا این تماس مامانم بد واقعا دیگه از بچه‌ها معذرت میخوام دفعه بعد گوشیمو میذارم راحت پرواز. اینو می‌خواستم بگم یکی از دلایلی که بکسیت به نظر اسم بامزه‌ای بود این بود که هم خیلی چیله. بکسیت مثلا تو اصطلاحش اینطوریه که چیزی که خیلی اهمیت نداره دیگه. بعد یه بامزه‌ای دیگه هم که داشت این بود که انگار ما وقتی در رانندگی میکنن صندلی عقب نشستیم و داریم حرف میزنیم باهاشون. ولی خب از اونجایی که صندلی جلو نشسته بودی مثلا اونا صندلی عقب این که مثلا به مخاطبات بگی ببین آخه تو صندلی عقبی از پشت از این به بعد فیلم پشت سرمون فقط بیفته این مجرم هستش میگیرنش با این حرفایی که ما میزنیم احتمال داره که به اونجا هم برسیم. مثلا ستابمون پلیس واقعا یه ثانیه اگر داخل ماشین رو نگاه بکنه 100 میگیردم. اینکه مثلا با همچین ستابی داریم تو بولگار 100 میگیردم و تسلکل میگیره.
چون بچه‌ها اینقدر چسب مصرف شده اینجا خودرو رو میبرن برای معاینه که ببینن چی شکسته که اینقدر چسب زدی که خودرو سر پا بمونه. آره من میگم که این ثبت وقایع است، چون من پول ندارم دوربین ثبت وقایع نصب کنم و این داره وقایع داخل ماشین رو ثبت میکنه. دوربین ثبت وقایع نباید خارج ماشین رو ثبت کنه. یه دونه داخل ماشینم میذارن، خیلی عجیبه برای من. آره با مزه است. داشکم به نظرم به درد ما میخورد. البته اینم کم نداره خیلی. ببین چیزی که زحمت پاش رفته رو تو همیشه دوست داری. بر همین دنیای بدون محدودیت فایده نداره. دقیقاً آفرین. خوشحالم که دور زدین دوباره روی بحث اومدین. آره. من اینجوری هم که داشتم بهش فکر می‌کردم میگفتم که خب فایده‌ای هم بد داره، چون خیلی راجع به دنیای بدون عواقب صحبت کردیم. خانم شیرزاد خیلی راجع به اون صحبت میشه. این ماشین قبلی دوستمون نیست. دقیقاً همونه. احساس می‌کنم که همونه. رنگش بکنم این یکم به چیز میزنه. برگردیم به پادکست. بچه‌ها این یه خیلی 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 واقعیه وقتی که بودواری دارن دور میزنی. بر همین آجی اینو داشتم میگفتم که کشیده شدیم به این سایت جو که میخوام همه چی خیلی واقعی باشه، چون من دیگه تا ته واقعیت رفتم. 3-4 تا بحث رو رها که امین خواهشگاه برگردیم دوباره دنیای بدون عواقب. فایده نداره. آره چون خیلی راجع به اون صحبت میکنن و مثلا همیشه میگن که خب پس مقصود زندگی کردن چیه اگه قرار باشه همه چی رو باید دکمه ریست بکنی یا مثلا چیز کنی هیچ چیزی نداشته باشه. ببین مثلا من الان اسکیل خوندن ندارم دیگه. حالا یه مدت دارم سعی میکنم که مدتر بخونم که خیلی موفق نیستم. خیلی خیلی ناموفق. بیشتر از موفق. بیشتر نمیخوام بیشتر از من که درباره همه چیز نمیخوام درباره من اگه مثلا محدودیت نداشته باشم از لحاظ کانکشن زدن و ارتباطات و پول و وارد موزیک ویدیو آرتیست مورد علاقه بشم حال نمیده. چون آهنگر گوش میدم داره به خودم حال نمیده. اولا یکی از کارهای آرتیست مورد علاقه به خودم حال نمیده چون خودم توشم. اصلا دوچار تزلزل روانی میشم. انگار سطح یارو آوردم پایین. خیلی چیپ میشه، اینجا بی کیفیت میشه انگار. مثلا اون زندگی چیزی که شاید زندگی کلن و اون چیزی که بهش میرسی اون راحت رسید. سطح دشواری باید متوسط باشه. این دقیقا هم یه کاری که من خیلی دوست دارم بکنم اینه که بک فلیپ بزنم. و اگه محدودیت جسمی نداشتم هر روز میتونستم پرواز بکنم دیگه بک فلیپ زدم بهم حال نمیداد. خود پروازم دیگه حال نمیداد چون بک فلیپ اون چند ثانیه‌ای که معلقی خیلی بهت حال میده. نمیدونم من نزدم. ایده ای من اینه که اون چند ثانیه‌ای که معلقی بهت حال میده هر وقت زدم بهتون میگن. من نزدم که واقعا هم نگن. ولی مثلا اگه میتونستم پرواز بکنم دیگه حال نمیداد. یا اگر مثلا من زیر آب میتونستم نفس بکشم شنا کردن معنی نداشت. غرق میشدم دیگه. فایدهش چی بود؟ تصورش قشنگه ولی فقط اینکه مثلا بتون چند ثانیه تصور کنید اگه میتونستم این کار بکنم خوبه. ولی واقعا دنیای بدون محدودیت رو نیستم. کاش مثلا بعضیان برای خودشون محدودیت بذارن. بعضیا که دارن محدودیت میان میمانن ماشین. هرچی ماشینت بهتره رانندگیت بدتره. من نمیدونم. اینم به نظر به این رفتاری که راحت به دستش آوردی. مثلا با پول بابات خریدی. آره. یعنی که مثلا به ماشین تو بزنه. خدا راحت به دست نیاوردن. نمیدونم چرا رانندگیشون بده. چون به ماشین مثلا تو بزنه براش چیز پولی نیست. آره اینم هست. ببینید دنیای بدون عواقب همه چیز رو اگه مثلا محدودیت ما ضبط داریم میشیم ما رو ضبط داریم. ای وای وحشت کردم یه ثانیه. ای وای وحشت کردم. دوباره کلام از دستم چی داشتم میگفتم؟ اگه بخوای بازم بهتر میشیم در طول زمان آره پادکست گرفتم و خیلی ناراحتش نداشتیم. دلش کن برگردم به لیسا. خداش رو که لیسا اون یادت اومده بود که چجوری رسیدیم به اون بحث. آره یادم اومده بود. داشتم میگفتم که میخوام
آن کات باشه، کمی آره. احساسات خیلی واقعی باشه. معنی. چون من خیلی چیزای واقعی تر و احساسات واقعی تر رو شیر کردم که این سایت جوک بین ما بود که با بچه‌ام به اشتراکش گذاشتم. من خیلی به خودم میگم که 2 سوال هستش که آدم از خودشون میکنه. یکی این که خب که چی بشه، یه سوال دیگه که میکنن که اینه که خب چی نشه. این بغلی تو هم میشناسی، ماشین بغلی تو هم میشناسی. نگاه کن. آره آره حال کردی؟ چون اینطوری باحال‌تر و بعد رسیدیم به اینکه چه سبک پادکستی باحاله و فلان اینا و بعد دوباره برگشتیم تونستم خیلی فیک دور بزنم به موضوع اصلیمون که دنیای بدون محدودیت فقط برای ما چطوره. ببین نظرم اگه یه آدم محدودیت نداشته باشه خودش، خب مثلا بتمن محدودیت مالی نداشت دیگه، نه سوپر هیرو بود، تو میتونی یا شرور باشی یا قهرمان. خب ولی من اگه محدودیت نداشتم دست به دنیا نمیزدم. چون مثلا اینایی که میبینی مثلا سوپرمن ماشین ترک 100 سال با بدبخت پول جمع کردی بلند میکنه تو سر شرور، شاید شرور بکشه ولی تو هم بدبخت کردی. آفرین. یه چیزیه که واقعا برد نیست، همیشه یک ور بازنده داره توی سیستم دنیوی. اینکه تو بیای تمرکزت رو بذاری روی زندگی خودت یا مثلا ارتباطاتت و همون جوری که بدون با محدودیت تاثیر میذاشتی تاثیر بذاری، اون تعادل رو حفظ میکنه در واقع. آره چون اگه مثلا این کار نکنیم واقعا نگار درسته که تو فیلم ها اینا خیلی خوبه ولی تو دنیای واقعی خیلی چیز درست میشه، خیلی جواب معکوس میده. من یه معلم خیلی خیلی باسواد داشتم که فکر نکنم راضی باشه اسمشو میارم، ولی من اسم مدرسه رو میتونم بیارم. من مدرسه بهار دانش میرفتم، دبیر اجتماعیمون بود. انقدر این خانم باسه معمولا اعصاب ندارن. نه دبیر اجتماعی من اعصاب نداشت، خیلی اینطوری اعصاب نداشت. خیلی ببین خیلی اروپایی و رک مثلا حرفشون میزد و فلان و اینا. خوبه که آره یه کوچولو مثلا برای ما اون زمان بی اعصاب بود و خیلی مثلا بازنشسته شده بود سالها و همچنان داشت تدریس میکرد. واقعا به این کشور به نظر من خدمت کردن با چیزایی که تدریس کردن. یه چیز جالب برامون تعریف کرد، گفتش که کار خیریه نباید از حد بگذره. کتابایی که انقدر کمک کردن فرستادن مثلا برای جنگ زدن تو افغانستان که الان براشون دیگه این به نظرشون پوینت نیست، به نظرشون این یک نکته مهم و تقویت و اینا نیست و یه چیزی کنارشه. برای همین مثلا اگه سوپر پاور داشتن یا مثلا درباره ساخت سرویس بهداشتی داخل آفریقا که میرن برای مردم سرویس بهداشتی میسازن، میگن که چون اینا رو مثلا دستساز که مثلا نیروی غیر متخصصی که با زمین شناسی و فلان و منطقه جغرافیایی آشنا نبود ساخته این سیستم رو خراب کرده. و هر جا مثلا ما میخوایم خیلی دست میبریم از اون محدودیت خارج که میکنیم خودمون، مثلا افغانستان محدودیت تحصیل برای دخترها گذاشته دیگه. وقتی ما از محدودیت خارجش کردیم انقدر کتاب فرستادن مردم که دیگه دخترها علاقه‌شون رو به تحصیل حتی از دست دادن، چون اینطوری که چیز مهم نیست، راحت در دسترسه. ولی اوایلش که کم بود و کتاب فرستاده میشد ازش واقعا استقبال میشد، کتابا واقعا خونده میشد. میخوام نگم خیلی خیلی مقدار پیک اینجا بده؟ نه چرا بد باشه؟ تو داره نه بیاد میرم دیگه تو روشی میگم و هر انسان من اگه سوپر پاور داشتم در این حد محدودیت نداشتم نمیرفتم مثلا کشتی قاچاقو چون مثلا تو آب میتونستم باشم دیگه، کشتی قاچاقو بلند کنم بیارم رو خشکی، چون احتمالا مافیای پشت پرده ایلومیناتی از دستم شاکی میشده، مثلا نظم دنیا به هم میریخت و هیچ چیز خوبی پیش نمیرفت. ولی مثلا امیدوارم که این اتفاقات بد کمتر بشه در حد توانم. آره دقیقاً اون تو اون محدوده‌ای که حالا شاید مثلا حالت عادی هم میتونستم از کالای قاچاق مثلا من حمایت نمی‌کنم. آره
این کاری که چیز حیوانی دارن آره حیوانی دارن نه مثلا نصف شب دستبرد بزنم آره. همه حیواناشونو بیارم زیست کنم شرکت رو با آتیش بکشم. اگه محدود مالی نداشتم نمی‌رفتم شرکت رو بخرم چون میرفتی شرکت دیگه میزد طرف. آره اصلا از یه حدی به بعد تو فراتر از خودت بری انگار وجودت بیفایده است. خلاصه این محدودیت چیز خوبیه. انسان تو محدودیت انسانه. حتی به نظر من محدودیت مالی هم خیلی چیز خوبیه. محدودیت مالی آره چون تو اگه محدودیت مالی نداشت ببین معنا میسازه برات. تو محدودیت مالی نداری اولش غریزه بقا تامین دیگه میدونی که امنیت داری خواب و آب و غذا داری بعد استرس هم نداری دیگه. چیلی پس یا خیلی دنبال این میشی که در معنای عمیق‌تر رو در لحظه زیستنی پیدا کنی که ممکن دست به اونم ریسکی ممکن دست به تجرباتی بزنی که خیلی منطقی نباشه که من شکست ناپذیرم پس میرم هر کار دلم میخواد آره. هیجانی سر بس به مردم ممکن آسیب بزنی من مشکل خب من همیشه تجربه کردم بذار یه تجربه دیگه هم بکنم. اینه میتونه بد باشه. دو اینه که اگر خیلی فلسفی نشی به پوچی میرسی. آره چون مثلا معنویت میگیره یعنی داشتن مثلا یک کیف گرون خود کیف مهم نیست اینکه تو بخشی از اون جامعه باشی که میتونه همچین چیزی باشه اون تجربه جزء اون جامعه بودنه که مهمه. وقتی تو دیگه تهش باشی برات مهم نیست. مثلا این چیزم که مثلا یه چیزی میخری تو میگی من برای خودم ارزش قائل شدم و اینو برای خودم خریدم. به خودت ارزش میدی. وقتی تو همه چی داری دیگه اون حس ارزشمندی که من پول منه پولمو جمع کردم و تو این چیز این لهجه شمالی ره گیلان کس این چیزی که یک لاکچریه اینو بر خودم بخرم من لایق اینم و اون ارزشمندی رو با آدم میده در صورتی که تو مثلا نشته باشه اصلا این برات کلا. میدونی از کجا این به ذهن من رسید؟ این که مثلا من اگه محدودیت مالی نداشته باشم خب یه سری چیزا هستش که نمیدونم تئوری توتی است یا واقعا اینه که مثلا تو خیلی جوانی میکنندت رو این سیستم بعد باعث میشه که یه سری مایعات هست و فلان و اینا تزریق میکنن به جوان میشی و آسیب ناپذیر میشه از لحاظ جسمی. اگه کسی محدودیت مالی نداشته باشه این کار میکنه. من خیلی دوست دارم بانجی جامپینگ برم خیلی دوست دارم امتحانش کنم ولی دقیقاً یک هفته قبل از اینکه ما بخوایم بریم لاهیجان و امتحانش بکنم چون برنامه این بود بریم لاهیجان و کارهای فان بکنیم من اینطوریم که بانجی جامپینگش هم دیگه میرم. یه ویدیو تو اکسپلور هم دیدم از یه پیج فیزیوتراپی بود مثلا اینفلوئنسر اینا هم که بگم دروغ داره میگه داشت میگفتش که این خانوم بانجی جامپینگ امتحان کرده بندش پیچیده دور زانوش و به خاطر فشار گنارمیش و اینجوری یک افتادن زانوش خورد شده. وای اوکی واسه اینجور چیزا مثلا آره میفهمم که بخوای محدودیت شکست ناپذیر باشی. آره. مثلا چیزا هم من خیلی مثلا از پاراشوت آره هواپیما بیای مثلا اون من که حتما میخوام تو زندگی اون خیلی از بانجی جامپینگ به نظرم امتر خیالت راحته اگه بمیری کامل میمیری. ببین خیالت من شنیدم که اغلب وقتی متوجه میشن که چپشون باز نمیشه سکته میکنن و حتی مثلا درد استخون شکستن و اینا هم نمیکشن. عالیه. اگر همچین اتفاقی بیفته احتمالاً که مثلا تو سکته بکنی بیشتر از اینکه از مثلا برخورد با زمین بمیری. بهترین تفریح هیجانی جهان. ولی مثلا بانجی جامپینگ فکر کنم امنه هیچ مشکلی نداره ولی این که دیدم دور تا زانوش پیچیده و خورد شد به خاطر ضربه و گرانش واقعا ترسوندم. چجوری پیشید بنده خدا چه بدشانسی. نیدم امیدوارم که همیشه سلامت باشن. خیلی اینه بعد به ذهنم رسید که اونو که داشتم میدم که کاش آدم سوپر پاور داشت. هر سوپر پاور که بعد این سوال به ذهنم اومد که بقیه اگه محدودیت نداشتن چیکار می‌کردن؟ شما اگه محدودیت نداشتین چیکار می‌کردین؟